تقسیم کسرها چه کسرها تقسیم میکنیم؟ وقتی تقسیم کردم یعنی تقسیم به ضرب تبدیل میشود و وقتی تبدیل میشود کسر دوم جایهای صورت و مخرج عوض میشود و وقتی که ضرب هستن شما ضرب اجرا میکنید. یعنی در یک ماش بینید C و D است. C صورت بود، D مخرج. وقتی تقسیم است دوم صورت هم وقت صورت و مخرجون جوشون رو عوض میکنن بعد به ضرب تبدیل میکنن. یعنی وقتی دو کسر رو تقسیم میکنیم همین راه رو باید اجرا کنیم. یعنی از جهت مثال ها یک دو مثال بیارم. مثلا فکر کنید که ورق دارین، درازی ورق در اینجا 3 تقسیم 4 متر داده شده است. و اگر من ورق رو به 1 تقسیم 4 متر هر یک تاش رو اگر جدا کنم چند قسم به وجود میاد؟ یعنی 3 تقسیم 4 متر ورق هم بود. من رو اگر به 1 تقسیم 4 قسم جدا کنم این به 3 قسم یعنی 3 قسم به وجود میاد. یا اینکه دایره هم فکر کنیم در دوم مثال بینید دایره با 4 قسم برابر جدا کنیم یک دایره یعنی هر یک تاش از 4 یک حصه ای دایره است. چند قسم به وجود میاد؟ چند قسم یعنی از دیگر سوال اگر بپرسیم 1 تقسیم 4 از 4 یک حصه چند قسم رو تشکیل به چند قسم جدا میشه دایره ما یعنی به 4 دایره. این تقسیم از جهت کسری از جهت رسم ها بیاین با اکنون کسر رو کار کنیم. مثلا موضوع از روی قاعده چی گفتیم؟ 3 تقسیم 5 از 5 3 حصه تقسیم از 7 4 حصه. این کسر رو چی اجرا میکنیم؟ یعنی 3 تقسیم 5 ضرب میشه دوم همه وقت صورت و مخرج جایش رو عوض میکنه. این نمون میشود. یعنی این برابر است به 21. اکنون ضرب رو اجرا میکنیم صورت با صورت 21 تقسیم 20. یعنی همین رو از جهت الگبر فهمونیم چه کرده میشود. مثلا با دیگر رو نویسیم برای فهمیدن برای چه میخیل است برای چه یعنی ضرب جاشون عوض میشود. بیاین با دیگر نمونه نویسیم. یعنی در اصل سوال این رو میگوید 3 تقسیم 4 تقسیم 7 یعنی در اصل دو کسر رو تقسیم کرده ایستادیم. خودی کسر هم همین خط کسر تقسیم معنا داره. یعنی همین خیلی نوشته میتونیم و میدونیم که یک رقم میشود. نمیدونم چه رقم میشود. اون رقم ضرب 1 همه وقت به چی برابر میشود؟ به خودش. یعنی در اینجا من اون چیو وایرون نکرده استم. یعنی جای 1 من یعنی 1 رو چه نوشته دیگر خیلی نوشته میتونم. جای 1 همون وقت تقسیم دو رقمی یک خیلی نوشته میتونم. ا تقسیم ا اگر 0 نباشه ا نباید 0 باشه با همین دو رقم یک خیلی جای 1 رو عوض کرده میتونم. یعنی باز کسر ما شکلش عوض نمیشه. یعنی چی ما میگفتیم ما نویسیم جای به جای 1 کسر رو با خودش رو نویسیم. یعنی 3 تقسیم 5 یک کسر کلان 4 تقسیم 7. اکنون من به جای 1 چی می نویسم؟ دو رقمی یک خیلی می نویسم. یعنی بگذار کسری باشه 7 تقسیم 4 7 تقسیم 4. هر دو این کسر یک خیلی است تقسیمشان هم 1 است. یعنی باز جای 1 ده من هر دو این کسر رو نویسم. بیاین این کسر رو کار کنیم. یعنی یک کسر کلان فکر کنیم صورتش 3 تقسیم 5 صورت 7 تقسیم 4 صورت مخرج این یک کمش 4 تقسیم 7 از آن دویمش 7 تقسیم 4. بیاین رو پیوست کنیم چی میشه؟ 3 تقسیم 5 ضرب 7 تقسیم 4 مخرج عمومی مخرج تقسیم کلان یعنی باز اینجا در مخرج 4 تقسیم 7 ضرب 7 تقسیم 4. اکنون ببینید چی میشه. در بالا من یعنی ضرب ها رو دارم 3 ضرب 7 5 ضرب 4 در پایان 4 ضرب 7 7 ضرب 4. چخیل که میبینید در مخرج های وقتی ضرب میکنم اینها اختصار میشن. یعنی
اینجا همش با یک برابر میشه. یعنی کسری نوی من چی نوشته میشه؟ 3 ضرب 7 5 ضرب 4. یعنی با چی برابر میشه؟ 21 تقسیم 20. یعنی از روی قاعده که چی گفته بود با ما 21 تقسیم جوابی همین کنار یافتیم. یعنی این راه رو ما از روی دراز رفته پرسیده میتونیم برای چی 7 تقسیم 4 گرفتیم. یعنی من برعکسی مخرج رو گرفتم، برای وقتی ضرب میکنم یا دیگر رو اختصار کنم 7 تقسیم 4 رو گرفتم. در اینجا یگانجا خطای متماتیکی نیست. یعنی جای یک من دو رقم یخیلا گرفتم، تقسیم هم وقت با یک است، درست. بعد من کسر رو پیوست کردم، وقت کسر رو پیوست مخرج من با یک اختصار شد با یک و کسر نوی من به این برابر شد 3 ضرب 5 ضرب 4 و این به 21 تقسیم 20 برابر است. یعنی این قاعده هر یک مثال رو با این راه دراز جای کار کردن ساده کرده و ما گفتن که وقتی ما دو کسر رو تقسیم کردن خواهیم دویوم کسر رو هم وقت صورت و مخرج جایشان رو عوض کنیم بعد ضرب کنیم. یک مثال آخران با رقم های بوتون بینیم. با یک بار دیگر وقتی رقم بوتون بینیم با کسر نادرست گردانیم این چی می شود؟ 21 تقسیم 4 تقسیم از به 21 تقسیم 8. از روی قاعده رویم یک بار کار کنیم با روی دراز نرفته. وقتی من تقسیم کسر رو میام دویوم کسر رو همه وقت جای صورت و مخرج رو عوض میکنیم. یعنی این به 21 تقسیم 4 ضرب است به 8 تقسیم 21. بعد صورت با صورت مخرج با مخرج ضرب میکنیم. پیش از ضرب کردن شما میتونین ضرب کنین بعد اختصار کنین، لیکن اول اختصار کنین آسان‌تر میشود بعد ضرب میکنین. یعنی در اینجا 21 با 21 میرود و 4 و 8 اختصار میشه. اگر با 4 اختصار کنیم اینجا 1 میشه و اینجا 2. بعد اینا اختصار میشه 1 به 1. یعنی جوابی آخرانی ما چی میشه؟ 1 ضرب 2 1 ضرب 1. یعنی با 2 برابر میشود.